یکی گولم زد، بی تجربگی یک کوچکی گولم زد. من حیثیت بهشت بودم، اما یک بستنی عروسکی گولم زد. سلام. 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 حالت خوبه؟ آره. خوب هستی؟ چرا آره. میخندی؟ نمیدونی؟ خب اشکال نداره. خب میتونی خودتون معرفی کنی، اسمتو برای ما بگی؟ آره، اسمم امیر حسینه. آفرین. فامیل چیه؟ اودردسی. خب امیر حسین خوشخنده، خوبی؟ آره. فکر کنم یک کمی سرما خوردی نه؟ آره، نمیتونم با دماغم نفس بکشم. آفرین. دکتر رفتی؟ نه. چرا؟ استراحت کنم خوب میشم. آها، پس احتمالا مامان دکتر خودش گفته استراحت بکنی خوب میشی. آره؟ آره. خب تو تمیز کردن خونه چی؟ به مامانت کمک کردی؟ نه. چرا؟ نمیدونستم که باید کمک کنم یا نکنم. خب نمیدونستی ها؟ مگه مامانت بهت نگفت مثلا امیر حسین بیا اسباب بازیاتو جمع کن، بیا لباساتو مرتب کن، مثلا بیا یکم خونه رو تمیز کنیم با هم دیگه؟ یکم کمکش کردم خب ولی بیشتر کمکش نکردم. بیشتر بازی کردی پس؟ آره، یکم هم بیشتر سیدی زیادی که برام خریدن داد. آفرین. مامانتو بیشتر دوست داری یا باباتو؟ هر دوتاشونو. آفرین، هر دوتاشونه. خیلی زرنگی ها. حالا از 1 تا 10 میتونی بشماری؟ باشه. 1 2 3 4 5 6 10 9 7. میخواستم بگم یه روز دیگه هم آمپول میخوردم خیلی دردم میومد. خب پس به خاطر همون شاید دکتر نرفتی، ولی اگه دکتر بری خوب میشی یا زودتر خوب میشه، اینجوری اذیت هم نمیشی ها؟ بهتره دارو بخورم آمپول نخورم بهتره. خب سب کن یه چیز دیگه هم بگم. بفرما یه چیز دیگه هم بگو. یادم یه روز اون قدیم ندیما من اسم یه دوستم کاظم بود ولی قدیما همش میگفتم کالباس. چرا بهش میگفتی کالباس؟ چون اسمشو بلد نبودم. چون کوچولو بودی شاید نمیتونستی اسمشو قشنگ بگی. آره؟ آره. امیدوارم دوباره ببینمتون. میدونی این دفعه میخوایم راجع به چی صحبت کنیم؟ نه. سینما. اهل سینما هستی؟ بله، خوراکم سینماست. شما معمولا در چه ژانری فیلم میبینی؟ تو حال خونمون. کجا؟ تو حال خونم. تو حال خونتون فیلم میبینی؟ متوجه سوالای من میشی دیگه، درسته؟ بله. خوراک چه ژانریه؟ من ژامبون دوست ندارم، میشه آبگوش دوست دارم. ژانر یعنی ژامبون. آره. بله. گریه‌دارترین فیلمی که دیدی چی بوده؟ گریه‌دارترین عروسی مامان بابا. عروسی مامان بابا؟ فیلم عروسی مامان بابات گریه داره مگه؟ بله. چرا؟ آخه من نبرده بودن. خنده دارترین فیلمی که دیدی چی بوده؟ تام و جری و میک میک. البته میک میک خنده دارتر بوده. چرا؟ چون که این گرگه رو میبینم یاد بابام میفتم. یاد بابات میفتی؟ چرا؟ بله، چون گرگه هم مثل بابام بدشانس بوده. به من بگو ببینم لنزای دوربین رو میشناسی؟ بله. لنزا رو میشناسی؟ بگو. آفرین. عمه مریم هم دو تا لنز داره، یکی سبز یکی آبی. به نظر یاسین به چه کسی میشه گفت یک بازیگر خوب؟ بازیگر خوب شوهر خالم. مگه شوهر خالت بازیگره؟ نه بازیگر نیست، ولی شما میخوایم بریم خونهشون بمونیم یک فیلمی بازی میکنه میگه وقت نداریم و نیستیم و مالی مریضه و همشون دوری. مامانم میگه بابات خیلی خوب فیلم بازی میکنه. میدونی توی سینما به چی میگن سیمرغ؟ بله.
سیمرغ یعنی چی؟ یعنی فکر کن چند تا بازیگر برن با هم مسابقه بدن، بعد یکیشون برنده شه، بعد 30 تا مرغ بهش یه جا بدن. دوست داری 30 تا مرغ ما بهت یه جا بدیم؟ آره، ولی نمیدونم چطوری ببرم. مامانت میذاره تو خونه 30 تا مرغ نگه داری؟ نه، ولی به نظر خودم جوجه بهتره، چرا؟ چون که خوشمزه تره. بخوای بخوریشو؟ بله دیگه. دوست داری؟ بله. معاونت امور استانها با همکاری استانداری آذربایجان شرقی و شهرداری تبریز برگزار می‌کند.